و دور مرگ. حضرت مولوی قصه میکنه در مثنوی شریف، میگوید اونیه که از خشم مادر را بکشت، هم به زخم خنجر و هم ضرب مشت. اونیه که گفتش که از بدگوهری یاد ناوردی تا حق مادری، هین تو مادر را چرا کشتی بگو، او چی کرد آخر بگو ای زیشت خو. یک نکسی به دست برادر و 56 و 54 راه محکم کرده است. بسیار خواهش میکنیم، ما صدها مراتبه التماس کردیم همه کار دیگر تکرار نشود. صاحب ماشین نکسی 56 و 54 خواهش میکنیم تز ماشین تون بگیره که راه محکم کرده. یک شخص مادرش میکشد، با یک کسی دیگر نصیحتش میکنه که آخه رود درگور تو حق مادریش پیش نظر ناوردی، تو نخوا مادری مشتی پرت بکشی، چرا کشتیش؟ گفت کار کرد کان آری وی است، کشتمش کین خاک ستاری وی است. این بدبخت گفت یک کار کرد که بسیار شرمندگی است، ایرا همون خاک اگر نپوشانش ایرا به هیچ وجه دیگه گناه ایرا پوشانده نمی شود. گفت آن کس را بکش ای محتشم، گفت پس هر روز مردی را کشم. این بدبخت گفت دایی برای شیطونی میکرد که انا فلان آدم بکش، انا فلان آدم اینا بای به دولت شده است بکش. برای گپی ایشیده من هر روز یک کس بکشم خونی مردم ده کلا بگیرم. کشتم او را رستم از خونهای خلق، نای او برم به هست از نای خلق. از او ده همین را بکشم یا برای جانم خلاص شوه، این سبک نیست. به حضرت شرح میتوخی این کشتنی مادر اگر مادر به هر شکل نموده باشه ممکن نیست. اخی غرض از مادر چی است؟ حضرت شرح میتا میگه نفسی توست آن مادری بدخاصیت که فنای اوست در هر ناحیت. همون مادری بدبخت این همین نفسی پلیدی تای، برای همین انسان از نفسش نزدیکتر هیچی نیست. این نفس تا ای پدرت هم دوست میداری، از مادرت هم دوست میداری، از همه دوست میداری. قرآن که انم بدی و بدبختیت همه از حساب همین نفس است. هم بکش او را که بهر این دنی، هر زمان قصد عزیز میکنی. اگر تو این نفس نکشی، اگر تو این پیش رهی حسد تا نگیری، از دستی تو یک عزیز دیگه سالم نمیمونه. هر زمان قصد عزیز میکنی. از و این دنیای خوش بر توست تنگ، از پی او با حق با خلق جنگ. از روی همین نفسی پلیدت همین دنیای کشو در نظر تو اینقدر تنگ می شود. نه به حق درست میای به خدا، نه به خلق راست میگیری. ببینه تو گمانی که از فلان من کمترم، می فضایت کمتری بر اخترم. آخه 5 پنجه یک خیر نیست. بچه او هیچ کنه بده امروز فلان و بسمدان شده است، گفته این حسد آدم درون به درون می سوزونه. عدی ابن زیدش که یک صغیره فیسیم بود امروز ترجمان خسروی پرویز شده است، گفته این بدبخت ابن مقرین تلخش کفیده است. خود حسد نقصان عیبی دیگر است، بلکه از جمله کمی ها کمتر است. آن ابو جهل از محمد ننگ داشت، از حسد خود را به بالا می گماشت. همین بدبختی ابو جهل هم بسیار دانشمند بود. این ابوالحکم تخلص داشت. ابوالحکم اصلا نامش عمرو است، ابوالحکمش میگفتن. هر دعوا و جنجال میشد است همین سفید میکرد است، همه رزبورو را همین حل میکرد. آدمای به عقل رزبورو حل میکنن. اما حسد این خیلی خرش کرد، احمقش کرد. آن ابو جهل از محمد ننگ داشت، از حسد خود را به بالا می گماشت. بوالحکم نامش بد بو جهل شد، ای بسا اهل از حسد نااهل شد. اخیر ابوالحکم ابو جهل شد. همیشه کوشش کردن در کار که واقعا حسد در همه هست، اما کوشش کردن در کار که سریره همه حسد با عقل با فراست با ایمان بگیری، نگذاری که از او یگان
رفتاری بد واقع شود. از روی حسد است که بازی میکنن، از روی حسد است که کارهای ناجا و نادرست میکنن، از روی حسد است که آدم فروشی میکنن. همه می از حسد است. قصه کوتاه، عدی ابن زید در زندان نعمان ابن منذر هلاک شد. عدی یک پسر داشت به نام زید ابن عدی. ای بیچاره ای ترس جانش گرفت است، در حیره زندگی میکرد. نزد پادشاه اومد گریان و فغان کنان که پدر ما کشتن. اگه حجت دلیل هم نیست، ایره اثبات کرده هم نمیشه که چخیل مثلا نعمان ابن منذر کشت است. اگر بالفرض کشته باشه هم، اگه پادشاه ایران جایی که نعمان ابن منذر مانده است هیچ وقت پشتی یک ترجمان بیچاره را نمیگرفت، یا حکم کلان ماندگی پشتی ایره میگرفت. از اون خاطر بجای پدرش گرفت ترجمان تعیینش کرد، کار میکرد ترجمان. ولی بزرگان میگن دشمنت گر پشه باشد کمتر از فیلش مدان. همین دشمن اگر اندک کم باشد دشمن جوش بیا زهر شوی چه کنه. زید ابن عدی نسبت نعمان ابن منذر یک کینه سختی، خیلی قصاصی پدرش در دلش هست. پدرش کشته است، هر کس هم باشد. وقتی که همون خاراکتریستیک را پیشنهاد کردن خسروی پرویز برای کنیز، با سری صحبت اومده مکه. هر سال گفتیم خسروی پرویز همون موافق، یعنی همون خاراکتریستیک نوشتگی کنیز برای خودش جستجو میکرد. در دست زید ابن عدی همون خاراکتریستیک را داد، گرفت خواند باید که این چند نسخه کنه به هر گوشه و کنار فرستاد. گفت شاها من به همین شکل صورت یک دختر میشناسم، به نهایت زیبا است، اما میترسم که پدرش نمیتده. گفت او کی به دست که من نمیدود است؟ ولی او شخصی که دخترش من نمیتد مادرش تولد نکرده است. کی است تو خودش؟ با گفت نعمان ابن منذر یک دختری دارد به نام حدیقه. آن همین شکل صورتی که نوشته شده است در همین صفت نامه 100% همون موافقت میکنه، حتی عید خوشروتر است. همیشه زید ابن عدی اندک دروغ گفت. بیچاره او حدیقه سبزینه بده است و او شکل موافقت نمیکرد، اما این زیرک میدونست که هیچ وقت پدرش حدیقه را نمیارد کنیز بده. کی میخواهد؟ شخصی که پادشاه است، سردار یک قبیله بنی لخم کلان است، او مگر راضی میشود که دخترش همچه کنیز پادشاه برای یک سال استفاده کنه با یک کس هدیهش کنه بره؟ میدونستی جوان مرگم که هیچ وقت نمیتش، از همون خاطر خوف نداشت که حدیقه را ببینه و بگه که تو دروغ گفتی. گفتم دختر نعمان ابن منذر عیناً به همین شکل صورت است. شاه در رو امر کرد مکتوب نویسه به نعمان ابن منذر که با مجرد رسیدن نامه من دخترت حدیقه را زود به پیش ما را بفرست. بیچاره نعمان ابن منذر در یک حالت غلطی، ای خدا چیکار کنم؟ مصلحت کرد، علاج نیافت، عذرخواهی کرد. آخه این تابع است، تابع پادشاه ایران است. خود پادشاه بود اما تابع پادشاه ایران است. مکتوب نوشت، خیلی عذرخواهی کرد، بعد در ضمن یک جمله را نوشت: این فی مهات العجم لمندوحة الامیر عن سودان العرب. معنیش چی است؟ در عجم این قدر آهو چشم ها زیاد هستند، آهو شکل ها، یعنی زنایی که چشماشو به چشم آهو میموند، شکلشو به شکل آهو میموند، آنقدر زیاد هستند که پادشاه بزرگوار را از سیاه چرده های عرب قانع میسازند. یعنی پادشاه ایران هیچ احتیاج به سیاه چرده های عرب نداره. این دخترها سیاه چرده اند، سبزینه اند، هیچ احتیاج نداره پادشاه. زید ابن عدی مکتوب خواند، همون جمله را خواند. با گفت نعمان ابن منذر بی‌ادبی کرده است. پادشاه گفت ترجمه که چی گفته است؟ شما ببینید اصلا مهن جمعش مهات گاوی یا بایی و گاوی کهی را میگن. انتیلوپا بسیار چشمای زیبا دارد. دیده در زبان عربی همچنین مهن یا مهات گفته مادگاو هم میگن، یعنی گاوی ماده. این جوانمرد مادگاو ترجمهش کرد. گفت نوشته است که مگر همون مادگاوهای عجم برای تو کفایت نمیکند که
تو سید زاده های عرب طلب میکنی. کلمه سودان این بیچاره به معنای از سواد گرفته است، سیاه یعنی سیاهک، مقصد سبزی نه، اما این سود به معنای سید هم میویا. ای گرفت سید ترجمهش کرد، یعنی گفت که همون مودگاوات برات کفایه است، تو چی سید زاده های عرب طمع میکنی؟ وقتی این را ترجمه کرد در نزد پاشا خون در سرش زد، گفت نعمان ابن منذر را بگیره بیاری. آخران پادشاهی حیره که هست برای همون قصهش مفصل آوردیستم. بیچاره دیگه در تشویش ماند، میدونست که اگر برم یگون بلادا گرفتار میکنه. حالی نمیدونه که تا کدام درجه مسئله جدی است. به هر وجه نزد قبیله آل شیبان رفت و با سردار قبیله هانی ابن مسعود که یک جوانمردی بود، فرزندای خودش مال و اموال خودش به امانت گذاشت و خداحافظی کرده. آمد نزد پادشاه. به یک روایت پادشاه گرفت در زندان پرتافتش که در زندان مرد. بر روایت دیگر که شاید درستر باشه در زیر پای فیلها پرتافتش، فیلها لگد کردن کشتنش، پچقش کردن. ببینید دشمنت گر پشه باشد کمتر از فیلش مدان. چی بسا می شود که یک مرچک احوال فیل بد میکنه. از همه خاطر است که بزرگان میگن اگر 100 دوست داشته باشی کم است، اما یک دشمن زیاد است. اما چی کنیم که در این دنیا به دشمن هم نمیشید است. پس به همین پادشاهی هیره نیست شد. جای نعمان ابن منذر در ابتدا یک شخصی را با نام ایاس ابن قبیسه تایی گذاشتن. این از قبیله بنی تی معروف است. قبیله بنی تی احمد شنیده، با نام حاتم تی احمد میشناسه. اما او بیچاره مدت زیاد پادشاهی نکرد. 1 سال 2 سال پادشاهی کرد، شکست خورد از امو هانی ابن مسعود. وقتی که خواستن زن و فرزندانی که را طلب کنن گیرن، امو حدیقه را خواستن که طلب کنن گیرن. او هانی ابن مسعود هم بسیار جوانمرد بود، از گفت این امانت است، من به شما تسلیم نمیکنم. بر ضد پادشاه ایران برخاست. در جنگ در یک موضع با نام زیقار نزد چاه زیقار بار اول در تاریخ عرب ها عجمی ها را شکست دادن، در همینجا مغلوب کردن. قشون ایاس ابن قبیسه تایی را که لشکرش از لشکر عجم عبارت بود. بعد از او دیگر پادشاه در هیره یک ایرانی را ماند با نام آزادبه ابن مردانبنداد. در همونجا دیگر پادشاهی کرد تا زمانی آمدن اسلام و تا زمانی آمدن خالد ابن ولید. و خالد ابن ولید همه او را چپگردان کرد. و آخران پادشاهی حیره، پادشاهی عربی به همین شکل صورت عاقبت عجلش رسید و دنیای فانی را بدرود گفته رفت. خب یک دولت دیگر ماند. ما مختصر گرفتیم اینجا، اگر نیست صحبتش بسیار طولانیه. پادشاهی شام یا پادشاهی غسانی ها در بصره. در ملک شام هم در ابتدا بنی قزاعه رفتند، بعدا یک قوم از قبیله بنی کهلان رفت و عاقبت الامر یک پادشاهی درست شد با نام پادشاهی غسانیان. غسانی ها چندین پادشاه ها داشتن. امپراتورهای روم هم اینا را دستگیری میکردن، زیرا که هم سری قبیله های عرب میگرفتن که به ملک های روم هجوم نکنن، هم در جنگ بر ضد ایران اینا را استفاده میبردن. یک پادشاهی بود با نام بنی غسان، بسیار پادشاهی معروف است. مثلا همون قصه های میشود که ابو طالب به شام رفت یا فلانی به شام رفت، پادشاه بصره، همین پادشاه های عرب هستند بنی غسان. و بسیار مغرور و متکبر هم بودند، به حد مغرور و متکبر هستند که یکی از همه حاکم ها و شاه ها وقتی که مکتوب رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفت که به اسلام دعوتش میکرد، گرفت مکتوب پاره کرد و فرستاده رسول الله صلی الله علیه و سلم به قتل رسوندن. حارث ابن عمیر ازدی را یگانه فرستاده پیغمبر که به قتل رسید در همه بصره به قتل رسید. شرحبیل ذی‌الکلاء به قتل رسوندش. آخرین پادشاه این سلسله غسانیه با نام جبله ابن ایهم در سال 13 هجری
در زمان خلافت حضرت عمر ابن خطاب به دست حضرت عمر مسلمان شد. جبله ابن ایهم مسلمان شد. سال دیگه به نیت زیارت خانه خدا به مکه آمد. هنگام طواف خانه خدا اگه در اونجا همه ریدو میپوشند، همه ازار و ریدو داری دیگه، پادشاهی گدایی هیچ تفاوت نیست. یکی از عربهای پایلوچ بیچاره یک کمبغل ناخواست نوگی ریدو یعنی پادشاه را که به زمین آویزان به دست زیر میکنه. ریدو از تنش افتید. از خشم غضب مردک پادشاه یوخی یک مشت بروی همو بیچاره زد. اگر دیگر زمان و دیگر عصر میشید که خیلی میگفتن اگر خدا حوالش به خدا بگذشته صلوات، اما این مسلمان میدونست که در عصر کی زندگی میکند. این میدونست که عهد عمر خطاب است، عمر عادل است، عمری که حتی قصاص مرچه را از شیر میگیرد، میگذارد که یک مسلمان در رز خانه کعبه لط و کوب کنن، این بی جواب مونه. این عدل اسلام رو ببینه. اومد نزد حضرت عمر گفت یا امیر المؤمنین، پادشاه آل غسان جبله ابن ایهم یک مشت به یگان عذر در روم کفت. حضرت دعوتش کرد گفت یا جبله چه کاری کردگید؟ به تو شرم نداشتی؟ نه از خدا شرم داشتی نه از بندگان خدا شرم داشتی؟ این کاری تو اصلا از روی اسلام درست نیست و در اسلام تو باید مجازات شوی. گفت مجازاتش چی است؟ گفت صبر میکنی میستی اون مردک یک مشت در رود میزنه چه خیلی تو او را زده بودی، یا که شاید عذر خواهی کنی، اگر عذر تبو پذیره به همه جانت خلاص. سبحان الله. گفت شما از پادشاه را من خیلی قصاص میستونه؟ آخه من پادشاه هم نه یک پایلوچ ما را بزنه یا که ما از او عذر خواهی کنیم، هیچ علاج دیگه نداره، نمیشه یا دست مش بتم جانم خلاص شود. گفت نه نمیشه وجورا. اسلام است، در پیش اسلام همه برابرن. این اسلامی بزرگ به حد تاثیر کرده بود که شما اگر تاریخ اسلام رو ببینید که قسم به خدا آدم در تعجب میماند. پادشاهایی که از نامشون دنیا به لرزه می اومد، پادشاهایی که از هیبتشون دنیا می لرزید، چنان عدل داشتن، در عدل چنان قایم بدن که قسم به خدا در تعجب میمانید. حالا شما سیاستنامه نظام الملک بخونه ببینه، همون سلطان محمود غزنوی که قدر در دوره سویتی تنقیدش میکردن، سلطان محمود غزنوی که نامش پادشاه ها در تاج در نگین هاشو می نوشتن چقدر عدل داشت. این پادشاه های اسلام به شرافت اسلام چنان عدل های کردن که در تاریخ مثل افسانه واری مانده است، اگر چند حقیقت است. در تاریخ ما میخونده، من تا زیده یادم است در باره امپریای ترکیه عثمانی که پادشاهاش به حد غضب داشتیان، به حد سیاست داشتیان که اگر یگان وزیر گویا که گپ شونه نمیگرفته است، گپ نگیره اوسو یگان وزیر اگر معقول شونه نمیشیده است، یک بندی ابریشمیش میفرستادیان که مقصد خطا دور بکش. او وزیر درو میگرفته خیشه دور میکشید است، تهمت میزنن. قسم به خدا در اسلام خودکشی حرام، هیچ مسلمان ایرا نمیکنه، لیکن خونه سوخته در تاریخ ها می نوشته نمیره. اینا بگیره تاریخ عصرهای میانه در دوره سویتی همه خونده بوده. امپریای عثمانی را ببینه، ترکای عثمانی، ضبط کنستانتینوپل، این همی سفسطه ها زیاد است. اگر اونا اینقدر ظلم داشتن، هیچ وقت ملک اونو 500-600 سال ادامه نمیکرد. عاقبت ظلم پایدار نیست. هر پادشاهی که ظلم کنه، ناعدلی کنه، خداوند زود خراب میکنه سر مملکت. یک پادشاهی بود با نام سلطان مراد ترک، سلطان مراد دو. این شخص اروپا را در محاربه کوسوو تورمار کرد، بالکان را ضبط کرد، حتی که استرالیا را احاطه کرد. او زمان یک امپریای بزرگ بود استرالیا، امپریای استرا-ونگریا میگفتن. احاطهش کرد، در در همو استرالیا، در در وینا سپری خچ زد به صورت غالب. تمام اروپا در نزدش می لرزید. از ترس سلطان مراد دو یگان کشتی اروپایی به اجازه در بحر بیرون زمین حرکت کردن نمیتونست. محمد اقبال لاهوری صفت میکنه
سلطان مراد که چی نوع پادشاهی داشته، چی عدلی داشت. محمد اقبال حضرت میگه بود معمار ز اقلیم خوجند، در فن تعمیر نام او بلند. ساخت آن صنعتگری فرهادزاد، مسجد با امر سلطان مراد. یک معمار بدست خوجندی، این خوجندی ها و استروشنی ها و اسفرگی ها ایام قدیم الایام معمارای خوب بدن، نامدار بدین. در زمان همین سلطان مراد دو به امر پادشاه یک مسجد می سازد. خش نیامد شاه را تعمیر او، خشمگین گردید از تقصیر او. همون تعمیر شکلی درست کرده مسجدش بخاطر به پادشاه معقول نشید. هر کس به خودش یک سلیقه داره. بعضی چیزی هست یک کس معقول است، دیگر کس شاید اونقدر معقول نشود. همون لباسای تنگ در این جوانای ما میزیبه، اگر آدمی کلوسالا پوشونی تلخش میکفه، تیزتر بکشم ای تنم میخره گفته. یا هم بعضی لباسایی که همش رشته ها خطی دختگی، رشته های سیمی خطی، اما شلدر شلدر، آخه او برای قاسه ها میزیبه. دخو مرد مسلمان همتری لباسا را بپوشه. اما بعضی ها دا معقول است، اما هزار که نصیحتش میکنیم با میبینی در طرش همو گشت است. خش نیامد شاه را تعمیر او، خشمگین گردید از تقصیر او. آتشی سوزنده از چشمش جهید، دستی آن بیچاره با خنجر برید. پادشاه هست آخی، غضبش کرد، گرفت خنجر از زد به شست، دستی بیچاره را قطع کرده. جوی خون از ساعدی معمار رفت، پیش قاضی ناتوان زار رفت. بیچاره بندیده از شقپیده پیش قاضی اومد. گفت ای پیغام حق گفتاری تو، حفظ آیین محمد کاری تو. سفتگوش سطوت سلطان نیم، قطع کن از روی قرآن دعویم. گوه قاضی ترا وظیفت است، امر خدای تعالی را باید که پهم کنی، تو باید پشتیبانی از بندگان خدا کنی. من غلام حلقه برگوش این پادشاه نیستم، من یک کارگر و مردی کار هستم. سپارش کردن اومدم کار کردم. پادشاه چه حق داشت که دستی من میبره؟ از روی قرآن میخواهم که حکم فیصله کنی. قاضی عادل بدندان خسته لب، کرد شهر رو در حضور خود طلب. سبحان الله. سلطان مرادی را که یه رو پدر نزدش می لرزید، پادشاه دعوتش میکنه که بیای بولو شکایت شده است. ایرا اسلام میگن. رنگ شه از هیبت قرآن پرید، شه خدا ترس. او شه خدا ترس بود که تا امروز نامش بگیریم. نباشه تری پادشاه و پادشاه بچه ها میلیون ها گذشتگیان. رنگ شه از هیبت قرآن پرید، پیش قاضی چون خطاکاران رسید. گفت شه از کرده خجلت برده ام، اعتذار از ظلم خود آورده ام. پادشاه اومد که به خدا شرمنده ام از کاری کردگیم، اگر علاجش باشه همیره یا بلو کنیم خلاص کنیم، معمار راضی کنیم، مقصد از بحری دعواش بگذره. گفت قاضی فی القصاص آمد حیات، زندگی یابد از این معنا ثبات. عبد مسلم کمتر از احرار نیست، خون شه رنگین تر از معمار نیست. قاضی گفت ما حق نداریم، اینجا قصاص هست. خون پادشاه از خون معمار سرختر نیست. در اسلام بنده و مولا همه برابر هستند پیش خدا و پیش قرآن. چون مراد این آیه محکم شنید، دست خود از آستین بیرون کشید. سبحان الله. این پادشاه و این جوانمرد وقتی دید که نمیشید از چرز بازی قطعی پول قطعی نمیشید است، دستش کشید گفت اینا بگیره قطع کنی. مدعی را تاب خاموشی نموند، آیه بالعدل و الاحسان خواند. گفت از بحر خدا بخشیدمش. این معمار هم دید جوانمردی پادشاه را به این حد که نمیگه که نامعقول کرده، در کار باشه خوزی هم میکشم، همه تنیست و نابود میکنم. خیلی نه، دست وقت دید که کشید برابر که بگیره قطع کنه. یک پادشاه جوانمرد اسلامی که عاقبت الامر در جنگ شهید شد، این شهید شد، از به درجه شهادت رسیدگی.
گفت از بحر خدا بخشیدمش، از برای مصطفی بخشیدمش. این اسلام. برادرو، دو اکودادر جنگ میکردن با هم دیگر، جنگی در همین محله هر دش جمع آوردیم که آشتی کنه. 3-4 سال شد با هم دیگر قهری بدین. اکش راضی نمیشه که با برادر خودش آشتی کنه. این عقل فراست. این مرده که ببینه شخصی را که دست شقت کرده است، گفت از بحر خدا بخشیدمش، از برای مصطفی بخشیدمش. یافت مور بر سلیمان ظفر، سطوت آیین پیغمبر نگر. پیش قرآن بنده و مولا یک است، بوریا و مسندی دیبا یک است. این قرآن همه را برابر کرده است، همه بنده خدا هستند. این عدل اسلامی. و این در زمان عمر عادل بود، عمر فاروق. گفت هیچ علاج نداری، مرده یا مشت یک مشت میخری یا گردنک تکج میکنی، التجا و التماس میکنی، شاید گناه تا ببخشد. اگر بخشید ما دعوا نداریم. جبله ابن ایهم با او کبر و با او غرور آیا راضی میشود که از یک بیچاره پایلوچ عذرخواهی کنه یا از این بدتر صبر کنه که مشتش بزنه؟ گفت یا امیرالمؤمنین یک روز مهلتم به تی فکر کنم. گفت مرحمت فکر کن. شبانه فرار کرد، گریخت، حج نو کرده، از ملک سرزمین مسلمانان خارج شد. میدونست که در کجای در خاک مرز اسلامی میشید، میقپیدنش. با قسطنطینیه رفت، کنستانتینوپل، نزد قیصر روم، قیصر نو خریستیان شد. بدبخت بعدم پشیمان میشود. این شاعر هم بدست پشیمان شد از کاری کردگیش. یک نظمش ماند است تا حال: تنصرت بعد الحق عارا للتما، فما یکو فیها لو صبرت لها ضرر. میگه که نصرانی شدم بعد حق، بعد که خدای تعالی چشمام بینا کرد، بعد که خدای بزرگ با اسلام مشرفم گرداند، من احمق شدم. میگه از ترس یک مشت عارا للتما. اگر میگه صبر میکردم هیچی بلوم نمیزد. آخی با یک مشتش میشید. فادرکنی منها لجاج حمیه و بعت لها العین صحیحه بالعوار. به سبب انمو سرکشی و تکبری جاهلیت چشم بینا و زیبا را به چشم کور و کجله ایواز کردم. واقعا این دین نصرانی در مقابل دین اسلام مثل انمو چشم کجله و کور است. فیا لیت امی لم تلدنی و لیتنی صبرت علی القول الذی قاله عمر. ای کاش که میگم مادرم نمیزایدم، ای کاش که صبر میکردم با همون سخنی که عمر رضی الله عنه گفت. امروز نامسلمان نمیشیدم، امروز کافر و مرتد نمیشیدم. ایدای پادشاهی آخرانی بنی غسان بود در شام. پادشاهیگری عرب همین مقدار بود، همه 3 حکومت پادشاهی داشتن. خب اکنون میگذاریم به احوال مکه، به عباداتی که مردم میکردن تا زمان اسلام. واقعا در مکه مکرمه خانه خدا قامت افروخته بود. از زمانهای قدیم الایام مردم خانه خدا را زیارت میکردن. دین حضرت ابراهیم علیه السلام بود. چند مدت همه مردم موحد بدن، اما آیسته آیسته با مرور زمان دیگه طریقه عبادت فراموش کردن. دست به بعضی کارهای زدن که نه به عقل درست می آید، نه به آیین توحید. در دیگه خانه کعبه مردان و زنان لچی برهنه شده حیوان صفت چرخ می زدن. در زمان عمرو ابن لحی خزاعی که سردار قبیله بنی خزاعه بود، گفتیم تا قریش در مکه بنی خزاعه رهبری میکرد، تولیت خانه خدا در ذمه اونا بود. این شخص عمرو ابن لحی بسیار شخصی عابد بود، بسیار عبادت میکرد، خانه خدا را طواف میکرد، درون خانه را حتی بریشش میرفت است. از اما خاطر مردم را دوست میداشتن، احترامش میکردن. بار عمرو ابن لحی خزاعی به شام سفر میکند. بعد سفر شام همراهش یک بت را میارد با نام هبل. این بت از عقیق سرخ بود، به دست.
در داخل کعبه موندش، گفت ای مردم نعوذ بالله اینمی خدای شما، همه را عبادت کنید. الله همه شناختند، اما ایرا مثل فرزند الله میدونستن نعوذ بالله که شفاعت میکنه. چیزی را که خچه محافظت نکرده است، دستش کنده شده است، مردم عبادت میکردن. بعد بسیار بیزه بخی یا دسته در زمان قریشی ها با گرفتن یا دست طلایی دیگه چسبوندنش، خودش از عقیق سرخ دستش طلایی کردن. اما بدبختی هوبل، این هوبل به شکل صورت انسان بود. مدتی مدید مردم عبادتش میکردن. بزرگترین بت در نیم جزیره عربستان انمی هوبل حساب میخورد. غیر از یک بت دیگر بت با نام لات، از سنگ تراشیدگی. این لات در طائف بود، در قسمت چپی مناره مسجد طائف. مرد اصلا این بت بنی ثقیف حساب میخورد. اما مردم وقتی که به حج می اومدن از دیگر قبیله ها مکه که می اومدن، از مکه تا طائف نزدیک ای، یک 70-80 کیلومتر می رفتن، همین را زیارت میکردن، همین را عبادت میکردن. دیگر از بت‌هایی که حتی ذکرش خدای تعالی در قرآن آورده است، احمقی مردم بیان کرده است، با نام عزا. این بت در نخله شامیه بود، در بالای ذات عرق، این به مکه نزدیک است، به قرب مکه. و این بت هم بتی قریش و بنی کنانه حساب میخورد، مخصوص برای عبادتش مردم میرفتیان. و نهایت دیگر از بت‌ها منات، بت بنی خزاعه، اینا در مشلل نام یک موضع در نزدیکی بحر احمر درستش کرده بودن، مردم عبادت میکردن. خداوند در قرآن میگه افرأیت اللات والعزی و منات ثالثه الاخرى. آیا دیدی؟ گفت آیا میبینی که این مردم احمق چخیل در پیش لات، در پیش عزا و در پیش سیمشون منات سجده میکنن؟ این بدگهرها خدا را فراموش کردند، عبادت خدا را به عبادت نزد یک بت عوض کردیان. خداوند مذمت میکنه. عمرو ابن لحی در کتابا اومده است که جین داشته است، جینوره بوده است. یک روز همون جینش تلقینش میکند که بت‌هایی که در زمان نوح علیه السلام بودند و بعد آبخیزی در زیر لای و در زیر خاک موندن، همو در منطقه جیده هستند، در فلان موضع برا بکم بگیرش. در زمان حضرت نوح علیه السلام 5 بت سجده میشد، 5 بت معروف بود که خدای تعالی در قرآن آورده شد: ود، سواع، یغوث، یعوق و نصر. حضرت نوح وقتی که به سطح آمد به خدا مراجعت کرد که رب اینهم عصونی، پروردگارا این مردم عصیان کردن به من، اینو گپی من گوش نمیکنن. و قالوا لا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث و یعوق و نصر. این سروراشو میگن که گپی نوح گوش نکنید، شما عبادت ود، عبادت سواع، یغوث و یعوق و نصر ترک نکنید. آن همین بت‌ها را عمرو ابن لحی جوانمرد در خوابش میبینه، یا همون وسوسه جین قطعی میروه از جیده پیدا میکند میورد. ود به صورت انسان بوده است، مرد به شکل یک مرد بوده است. در بعضی جا اومده است که از سرب ریخته شدگی بوده است. وقتی طوفان حضرت نوح شد در همون موضع جیده، همونجا زیر خاک موندیان دیگه باقی بدیان. ود به بنی کلب رسید، یکی از قبایل عرب، گرفتن به سرزمین خودشو بردنش به دومة الجندل. این دومة الجندل یک موضع است بین شام، در منطقه شام است، نزدیک به سرحد عراق. دومش سواع، او به شکل زن بود است. سواع به شکل زن بود. قبیله حذیل ابن مدرکه صاحب این بت شدند. در وقت حج عمرو ابن لحی خزاعی گرفت تقسیمش کرد همین به طورا که هر کدمت به منزلات تو بره و سجده کنه. یغوث به شکل شیر بود، میگه شکل صورتش مثل شیر بود است. ایره قبیله بنی قطیف گرفتن، به سرزمین سبا بردنش به یمن. یعوق
به شکل اسب است شکل صورتش. او را بنی همدان گرفتن، قوم بنی همدان در یک دهه به نام خیوان بردن راستش کردن و بنی همدان و دیگر قوم های عرب به عبادت و به زیارتش می رفتن، در نزدش قربانی ها می کردن و نهایت این نصر به شکل عقاب است. ایره حمیری